همین ماها باعث شدیم که الان داداش تو اوین افتاده. انقدر حاجی اومد برای مردم آهنگ خون، انقدر اومد به مردم عشق داد، بعد اومد گفت آقا بوس بو نداره. همونایی که میگفتن حاجی ما با تزلو پدر ماست، انقدر یارو تکسا دادن، انقدر یارو رو تنها گذاشتن، طرف برادر رفت آقا من پناه میبرم به جهنم. حالا جالب اینه که همه آهنگای یارو رو گوش میدن، میخواد یه استوری بگیرن کنم، میگن نکنه یه نفر بگه وای این همه با طرف حال کردین، این همه با طرف زندگی کردین، این همه با طرف آهنگاشو گوش دادین، آخر طرف رو ول کردن رفت. آره بابا جان، 4 تا کار خوب مردم آدم باید یادشون باشه. آره داداش این ذات ماست برادر، این ذات ما.